داریم. فرقیت حج عمره از حج فرضی در چیست؟ آیا آن نفری که به عمره رفته است از سر وی حج فرضی هم ساقط می شود؟ و خواهش کردند که به همین سوال عادی جواب گویید تا اینکه مردم بفهمند، یعنی عامه فهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، واقعا بین حج و عمره فرقیت ها هست، هم لغتا، هم اصطلاحا، هم از نگاه عمل و از نگاه وقت. اما حج باشد رکنی از رکنهای اسلام است با اجماع علما. یعنی یگان انسان در فرض بودن حج در عمر یک مراتبه به شخص قادر اختلاف نکرده است. اما در مسئله عمره اگرچه قول صحیح در عمره هم یک بار فرض است، ولی اختلاف است، اجماع علما نیست در این باره. عمره در لغت عرب به معنای زیارت و در اصطلاح شریعت زیارت خانه کعبه با نیت خاص و با عملهای مخصوص، یعنی طواف و صفا و مروه و تراشیدن موی یا اینکه پست کردن موی. اما حج در لغت عرب به معنای قصد است، نیت کردن به یک سوی مقدس، به یک جای بزرگ را نیت کردن است. و بعض علما رحمت الله علیهم میگویند که حج زیارت کلان است و عمره زیارت خرد است. خلاصه عمره هم در عمر یک مراتبه فرض است. اگر کسی قدرت حج آمدن داشته باشد و در اثنای عبادت حج هم عمره کند، خیلی که اکثر حاجی های ما حجی تمتع میکنن، یعنی آمده اول عمره میکنن سپس حج میکنن، یعنی در یک سفر بین عبادت عمره و بین عبادت حج جمع میکنن. خلاصه اگر به عبادت حج آید هم عمره میکند هم حج میکند و با همین از ذمه‌اش هم حج ساقط میشود هم عمره ساقط میشود. لیکن امروزها که عمره آسان شده است، عمره ارزان شده است، لیکن آمدن به سفر حج قدرت ندارند. به سفر عمره قدرت دارند، به سفر حج قدرت ندارند. چیکار کنیم؟ گفته بسیار سوال ها شده است. واقعا در این صورت اگر امکانیت عمره کردن در شما یافت شود، آمده عمره کنید و وقتی که در اطراف خانه دعا میکنید امید میکنیم که حج هم برایتان آسان میشود. و به سبب ادای عمره فقط عمره از ذمه ساقط میشد، نه حج. و بعض علما مانند خلفای راشد حضرت عمر رضی الله عنه دوست می داشتند که انسان ها در یک سفر عمره کنند و در یک سفر علاهیده حج کنند، یعنی حج و عمره را در یک سفر اجرا نکنند. مقصدشان این بود که خانه از زیارت حاجی ها یعنی که بردوام باشد و برای عبادت حج یک سفر علاهیده کنند و برای عبادت عمره هم سفری علاهیده کنند و این بهتر است. یعنی اگر قصه کوتاه کرده گویم دوملا، آن کسی که عمره کرد از سرش حج فرضی ساقط نمی شود. بله ساقط نمی شود، فقط عمره از ذمه‌اش ساقط می شود، حج در ذمه‌اش باقی می ماند. تشکر.